آقا نگاه کنید، شما یه موتور توی دیوار شیپور دیدید، هم اقوام همسایه دوست رفیق گفت آقا یه موتور هوندای هست بیا بریم بخریم. شما میخوای بری، هیچ علمی نداری، تا حالا اصلا فقط گواهینامه موتور داری وگرنه هیچی از موتور نمیدونی. میخوای بری موتور رو بخری، نمیدونی آقا دست کی بوده، چجور بوده، اصلا کی به کیه، چی به چیه، کی سر کیه، کی تای کیه. خلاصه این آموزش رو شما تا آخر نگاه کن، در چند قسمت شاید بشه. پس تو پیج بیرجن کاوازاکی باش تا همه قسمتاشو ببینی عزیز. شما رفتی بالا سر موتور، الان این موتور رو فروشنده آورده دم در، شما میخوای ببینید در چه حاله. ببینید از زمان قدیم این باب بود. خب موتور هوندا که میخواستم بخرن، سری میامدن در اگزوز، انگشتشون رو میکردن تو، میکشیدن بیرون، مثلا چرب بود، خب دوده چرب داشت، بعد بو میکشیدن، بله بو روغن، میگفتن او این موتور روغن سوزی داره. خب ببینید فکر نمیکنن بعضیا به این که آیا اون کسی که شما داری انگشت میکنی تو اگزوزش، او بنده خدا خودش کننده این کاره، رفته اگزوز و اصلا همین الان یه اگزوز نو بسته. پس نگاه، تا موتور رو روشن نکردی هیچی مشخص نمیشه. حالا تمام ترفندایی که ممکنه سرت کلا بره رو من بهت میگم. واسه همون میگم این آموزش واقعا آموزش مهمی. دیشب بچه‌ها خیلی درخواست داشتن، گفتم براتون بذارم. ببینید روغن سوزی به در اگزوز نمیره. شما الان این موتور اومدی بخری، میگی آقا انگشت دادی، ای بابا این که چرب نیست، تمیز و اینا. موتور رو روشن میکنی، نگاه میکنی نخی دود نمیده. ببین دو حالت داره. تو موتور رو روشن میکنی، خب موتور دود میده، بعد میری یه دور میزنی میای دیگه دود نمیده. این رینگ پیستون مشکل نداره، لاستیکی گیت سوپاپت خرابه. خب و این که باز تو به فروشنده اگر ندونه، به فروشنده بگی آقا این موتور روغن سوزی داره در و داغونه، باز خودتو مدیون میکنی به خاطر مال دنیا که هیچ ارزشی نداره. چون اون طرف با تو دشمنی نداره، یه فروشنده است و میخواد به پولش نیاز داره. نگاه کن، شاید بنده خدا کننده باشه، حرفه‌ای باشه، شما میری موتور رو روشن میکنی دود نمیکنه، خب با خودت میگه خیلی خوب این اگزوزش هم که چرب نیست، روشن هم که دود نمیکنه، پس روغن سوزی نداره. نگاه، سری میری سر گیج روغن شروع میکنی به باز کردن. گیج روغن رو باز میکنی ببینی روغن داره یا نه. اگه بی روغن باشه دود نمیکنه، چون زمانی که رینگ دود ضعیف میشه روغن انجین سوخته میشه، روغن سوزی دیگه ایجاد میشه. خب پس اینو دقت داشته باش. گیج روغن رو باز میکنی ببین روغن داره یا نه. آقا بعضی اوقات موتور اصلا روغن هم داره، ولی یه روغن غلیظی، نمیدونم روغن تریلی بود، واسگازی بودی، چیزی بود، خلاصه خیلی اصل بود، اصلا چسب بود، میریختن داخل، انقدر چسب بود که اصلا اویل پمپ نمیتونست روغن رو بده بالا. یعنی تست فشار روغن هم میگرفتی روغن بالا نمیومد، روغن توش بود تو انجین ولی روغن بالا نمیومد، هر کار میکردی روغن بالا نمیومد. این هم ایزان مشکلی بود که به شما بگم که روغن هم داشت. نگاه کنید که چجوریه برنامهش. نگاه کنید برای تست، خب موتوری که بی روغن باشه، روغن اصل توش باشه، شما اگه بری باهاش یه رو دور بزنی دیگه فاتحش خونده. آقا شما میخوای بری 20 میلیون پول بدی یا موتور رو بخری 10 میلیون پول بدی، وظیفه یارویی که اجازه بده شما بری دور بزنی با موتورش. پس وقتی که میبین روغنش خیلی چسبی یا مثلا خیلی واقعا روغن کتربه‌داریه فلان، حتما موتور یارو رو سوار شو، بگو آقا من بی زحمت برم یه دور یه روبی باش بزنم ببینم تو کمربندی 120 رو پر میکنی یا نه. اگه او یارو خلافی کرده باشه و توش روغن ریخته باشه که شما نفهمی، اونجا جلوتو میگیره، میگه نه آقا همین وسیله، میخوای ببر میخوای نبر. شما بگو آقا مال بعد بی خیریش صاحب، ما رفتیم پی طلای نائب. اینجوریه که دوستان سرتون کلا میره. پس از روغن سوزی متوجه شدی چی به چیه. خب بعد از این که شما میخوای موتور رو بخری، ببین شما باید به تصادفی بودن یا نبودن موتور پی ببری. اینو از بهتون میگم چی کار کنید. گوش کنید دوستان، موتور رو باید یه خط صافی پیدا کنید، خطای موزاییک اکثر. نگاه شما موتور رو باید بیاری قشنگ این خط موزاییک. خب نگاه کن رو جک وسط نه، اصلا رو یکی دو نفر باید باشی، یه نفر موتور رو نگاه دقیقاً وسط، نگاه این وسط چرخ باید باشه روی خط،
البته این موزاییکا خونه ما رو یک خود قدیم زدن، قدیم اونقدر دقت نمیکردن. مثلا خط خیابون هم یه خط صاف پیدا کنه دیگه، کل نکنه با هم دیگه نوکرد. یه خط صاف پیدا میکنی، چرخ جلو هم وسطشون مزاری رو همون خط، از دوم نگاه میکنی میبینی چرخا که واقعا روی خطه، ولی متاسفانه موتور اصلا توی خط دیگه است. ببین اگر از پشت ضربه خورده باشه موتور، چرخ عقب با گلگیر با شاستی فاصله داره میاد ایور. وقتی اصلا سوار موتور بشی، موتور خودشو به یه ور میکشه، به ایور میکشه، به ایور میکشه. ای از پشت موتور. بعد نگاه کن تنه موتورهای تر هوندا بعضیا توی تصادف حتی میشکنه، یا مثلا اینقدر بد مثلا دلا میشه، صافکار به جایی که مثلا بیاد صافکاری کنه خب زحمت داره، میاد برش میده بعد جوش میده. مثل باک موتور دیدی مثلا بعضی اوقات جایی چیز شده جوش میدن بعد روش بتونه میزنن که حجم پر بشه، این همونجور حالتیه. بعد نگاه کمک های جلوی موتور اگر تصادفی باشه و ضربه خورده باشه، کمک های جلو تق 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 صدا میده. البته از بیروغنی هم میشه، باز اینا رو شما بگم. چرخ جلوی موتور نگاه لاستیک، لاستیک این وره، کله چراغ این وره، کمک ها تاب ورمه داره وقتی ضربه میخوره. بعد این قسمت، نگاه این قسمت از اینجا که شما نگاه موتور میکنی میگی ای بابا کمک ها کلا روغن ریزی داره. کمکی که ضربه بخوره اول کمکشنش از دست میده. یعنی چی؟ ترمز جلو رو میگیری میری پایین، اصلا موتور کمکشن نداره، کمکش اصلا کار رو میکنه. این یک. دو، موتور بد کمک میشه. البته بد کمکی میشه از هواگیری نادرستم باشه، بیروغنی باشه، از فنر اضافه‌ای که تقویت میکنن بعضیا باشه. بعد از این نگاه کنید موتورهای هوندا چون که موتورهای ارزشمندی ان الان و مثلا خشکش داره رو 30 میلیون اینا معامله میشه، مهمترین چیزی که الان اینو بعد اول میگفتم باز الان دارم میگم، ببینید مدارک موتوره. خب موتور هوندا به مدارکش خیلی خطرناکه. اگر موتور بی مدرک باشه یا حتی مدرک دار باشه و مدرکش ساختگی باشه بیچاره میشه. نگاه شما این موتور رو الان میخوای بری بخری، خب بعد حتما برگ سبز موتور رو چک کنی که اصلی باشه و دروغی نباشه. برگ یه هولوگرامی داره، اون هولوگرام حتما باید باشه. ببین این قسمت شماره انجین موتور رو نوشته، واسه همه موتور همینه. خب این شماره ها رو میرم میکوبونن، نگاه خیلی راحت میشه کوبون. ولی ژاپن اینقدر 7 خط روزگار بوده، ژاپن اومده چیکار کرده؟ نگاه دورش سوزنکاری گذاشته. میبینی این رو به هیچ کس نمیتونه متوجه بشه.